دوستان به این خرچنگ خوب نگاه کنید. این موجود احمق حکایت قشر خاکستری و فرصت طلبه که سر سفره محقری که جمهوری اسلامی براش پهن کرده نشسته و داره سر صبر غذا میخوره و اصلا متوجه نیست که خودش هم در نهایت قرار خورده بشه. حکایت جماعت سبک مغز دلال مسلکی که از بورس و ثبت نام خودرو و خرید و فروش ارز و طلا و کارهای مشابه کسب درآمد میکنند و با علم به این که کشور داره نابود میشه هنوز غیر مستقیم دارن به بقای نظام کمک میکنن. این حرفا رو به خودت بگیر. آره دقیقاً با خودتم، چون فرصت زیادی برای نجات وطن نداریم. به خودت بیا هموطن.